بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستای عزیز، خوش آمدین به چینل آینه صحت. عالی هستم و در این چینل تلاش میکنم که معلومات مهم صحی را به زبان ساده و قابل فهم به شما شریک کنم. اینجا درباره صحت، دواها و کمک های اولیه و همچنان مراقبت های ضروری صحبت میکنیم. اگر صحت شما و خانواده‌تان برتان مهم است، حتما با ما همراه باشید. در پایان ویدیو شما میدانید که کمک های اولیه چیست و علائم حیاتی کدام ها هستند. ممکن است برای هر کدام ما پیش بیاید که یک نفر ناگهان حالتش خراب شود. در چنین حالت اگر علائم حیاتی را بلد باشیم، میتونیم جان یک انسان را نجات بدیم. علائم حیاتی یعنی نشانه هایی که نشان میده بدن زنده است، درست کار میکند یا خیر. در ابتدا یک تعریف از کمک های اولیه می داشته باشیم. کمک های اولیه چنین تعریف میکنیم، میگیم که کمک های اولیه یعنی کمک های فوری که هنگام وقوع حادثه به خاطر جلوگیری از مرگ و جلوگیری از عوارض بعدی قبل از رسیدن دکتر یا آمبولانس می باشد. حالا بیاین اصل موضوع را شروع کنیم. وقتی میگیم علائم حیاتی، منظور ما نشانه هایی است که نشان میده بدن انسان زنده است، درست کار میکند. خب علائم حیاتی 4 بخش مهم داره. بخش اولش فشار خون است، بخش دومش نبض، تنفس و درجه حرارت می باشد. اول از همه بالای فشار خون بحث میکنیم، چون فشار خون نشان میده که خون با چه فشار در بدن جریان داره. اگر فشار خون خیلی بالا یا خیلی پایین باشه، میتونه برای جان انسان خطرناک باشه. مثلا اگر یک نفر سرگیچه داره، سردرد داره یا حالت تهوع شدید داره، یکی از علتهایش میتونه که بالا بودن فشار خون باشه و همین خاطر دانستن این موضوع در کمک های اولیه بسیار مهم است. نکته مهم اینجاست که قبل از رسیدن دکتر یا آمبولانس ما میتونیم با بررسی علائم حیاتی وضعیت مریض را بهتر کنیم و از بدتر شدنش جلوگیری کنیم. ابتدا یک تعریف از فشار خون می داشته باشیم. فشار خون را چنین تعریف میکنیم، میگیم که فشار خون عبارت از فشاری است که خون هنگام پمپ شدن توسط قلب به دیوارهای شرايين وارد میکنه. این را فشار خون میگن. اجزای فشار خون سیستولیک و دیاستولیک می باشه. البته فشار سیستولیک عدد بالا را در فشار بر ما نشان میده و دیاستولیک عدد پایینه. سیستولیک یعنی هنگام انقباض قلب و خروج خون از قلب، یعنی زمانی که قلب خون را به شرايين پمپ میکنه، او را سیستولیک میگن که عدد بالا را بر ما نشان میده. و استراحت قلب بین 2 ضربانه که قلب یک آرام میکنه بعد ضربه بعدی را میزنه، او را دیاستولیک میگن که عدد پایین نشان میده. مثلا فشار 120 بر 80 در نظر میگیریم. 120 فشار سیستولیک است و 80 فشار دیاستولیک می باشه. در سلاید بعدی معرفی فشار است که نزد کاهلان و میانسالا فشار از 130 بر 89 هم حد نرمال و متوسط می باشه. بین میانسالا و جوانا 120 بر 80 متوسط می باشه. اما بعض وقت امکان داره که اکثر جوانها فشارشان پایین می باشه و در همون حالت نرمال می باشن، یعنی 100 بر 80 هم نزد جوانا میتونه نرمال باشه. و فشار نزد اطفال، یعنی اطفالی که از 5 سال تا 12-13 سال هستند، فشار حد نرمالش بین پیشونا 90 الی 60 می باشه. خب در این بخش در سلاید بعدی فشار 140 بر 90 گفته که فشار وقتی که از 139 بر 89 که حد نرمال است بالا بره 140 بر 90 شوه، برش هایپرتنشن یا برش بلندترین درجه فشار میگن که باز ما 140 بر 90 برش میگیم که مریض ما فشار بلند داره یا هایپرتنشن است. و فشار نرمال که گفتیم 90 بر 60 است، یعنی پایین تر از 90 بر 60 که 89 بر 59 شوه، بر از او میگن که پایین ترین فشار یا هایپوتنشن.
خب دلایلی که فشار بلند میبره: استرس، عصبانیت، مصرف زیاد نمک، شحمیات، چاقی بیش از حد، کم تحرکی و همچنان بیماری های قلبی یا کلیوی و مصرف سیگار و الکل. این علائم میتونه که فشار نزد شخص بالا ببره. خطراتی که داره: سکته مغزی است، حمله قلبی است و همچنان آسیب رساندن یا صدمه رساندن به کلیه ها می باشه و باعث ضعف بینایی میشه. علائم فشار خون بلند که نزد یک شخص رخ میده: سردرد است، سرگیچه است، تاری دید یا امو سیاهی چشم و تپش قلب می باشه. و همچنان فشار خون پایین دلایلش که اکثرا نزد مردم می باشه، البته اکثرا نزد جوانای ما که فشار خون پایین می داشته باشن، کمابی بدن می باشه، یعنی بدنشان کماب است، باید مایعات بیشتر استفاده کنن، گرسنگی یا کمخوری بیش از حد که اکثر جوانای ما درست غذا نمیخورن و همچنان خونریزی شدید میتونه که باعث فشار خون پایین شود. مشکلات قلبی، بارداری، اینا از جمله دلایلی هستند که فشار خون را در نزد اشخاص پایین میبرن. خطراتی که فشار خون پایین داره: کاهش خونرسانی به مغز و قلب می باشه و همچنان باعث شوک و باعث غش کردن یا ضعف کردن میشه. علائمی که ممکن است نزد اشخاصی که فشار خون پایین دارن باشه: سرگیچه یا امو سرچرخی می باشه، ضعیفی می باشه، تاری دید، بازم یعنی امو تاری دید، منظورش از سیاهی چشم، حالت تهوع و غش کردن و ضعف کردن می باشه. خب اگر این معلومات برتان مفید است، لطفاً ویدیو را لایک کنین و در کامنت ها بنویسین که آیا تا حال فشار خونتان را چک کردین یا نه. پس تا اینجا فهمیدیم که فشار خون چیست و چه اهمیت داره. در ادامه در مورد نبض صحبت میکنیم و میگیم چطور نبض را درست بررسی کنیم. خب در ابتدا بازم نبض را تعریف میکنیم. میگیم که نبض همون ضربان شریان ها است که زمانی که قلب خون را به شریان ها پمپ میکنه، امی شوت کردن خون به شریان ها در دیواره های شریان ها گسترش پیدا میکنه. اینمی گسترش پیدا کردن که شریان ها گسترش پیدا میکنه به نام نبض یا پالس یاد میشه که ما میدانیم در نقاط مختلف از بدن نبض حس کنیم. یعنی وقتی قلب منقبض میشه و خون را به شریان ها میفرسته، دیوار رگ ها گسترش پیدا میکنه. گفتیم که اینمی حالت به صورت نبض نقاط مختلف از بدن لمس میشه. خب محل هایی که میتونیم ما لمس کنیم نبض را: مچ دست است، قسمت بالاییش است که در سلاید ذکر نشده و همچنان قسمت گردن می باشه یا امون نبض کاروتید، پشت زانو، روی پا، کشاله ایران، پشت و گوش محل هایی است که ما می دانیم نبض را چک کنیم یا لمس کنیم. اندازه‌گیری نبض در دقیقه صورت میگیره و همچنان واحد اندازه‌گیری نبض BPM یا بیس پر منت می باشه. خب امی نبض در دقیقه نزد ورزشکاران و بزرگسالا بین 60 تا 40 تا 100 حد نرمالش می باشه. نزد نوجوانان نبضشان در دقیقه از 70 تا 100 می باشه. نزد کودکایی که خردسال هستند از 80 تا 120 در دقیقه می باشه و همچنان نزد نوزادا که طفلکایی که نوزاد هستند از 100 تا 160 نبضشان حد نرمال می باشه. خب نبضی که از حد نرمالش بلند باشه در اصطلاح طبی برش تاکیکاردیا میگن. یعنی عوامل اینمی تاکیکاردیا یا عواملی که نبض را از حد نرمال بالا میبره: تب می باشه، استرس می باشه، کمخونی می باشه، ورزش های بیش از حد و کمابی بدن می باشه. و نبض پایین تر از حد نرمال در اصطلاح طبی برش برادیکاردیا میگن که عواملی که باعث پایین آمدن نبض میشه: بیخوابی، بیماری های قلبی، استفاده از داروهای خاص و همون ورزشکار بودن. خب در این سلاید بر ما امو قسمتی که نبض چک میشه بر ما نشان داده. خب تا اینجا فهمیدیم که چرا درجه حرارت
و همچنان همین نبض چی است، چرا مهم است و چطور با بررسی نبض میتونیم وضعیت قلب را در کمک های اولیه ارزیابی کنیم. یکی دیگه از علائم حیاتی که مهم است تمپریچر یا درجه حرارت بدن می باشه که البته در این سلاید بر ما درجه حرارت بدن را نشان داده یا امو بادی تمپریچر. در ابتدا ما از درجه حرارت بدن تعریف می داشته باشیم. میگیم که درجه حرارت بدن میزان گرمای داخل بدن را نشان میده که وضعیت شخص سلامت است یا بیمار. درجه حرارت بدن یا بادی تمپریچر توسط مراکز تنظیم دما در مغز که همون قسمت به نام هایپوتالاموس یاد میکنن کنترل میشه. خب درجه حرارت بدن از 36.5 الی 37.5 درجه سانتیگراد حد نرمال می باشه. زمانی که درجه حرارت از 36.5 پایین باشه شخص به لرزه و شوک میره که باید عاجل به دکتر مراجعه شوه و اگر از 37.5 به بالا میشه 38.5 میشه در اون صورت باید تربندی صورت بگیره. دواهای ضد تب از قبیل بروفین اینا برای مریض تطبیق شوه و البته تحت نظر دکتر. موضوع بعدی ای که امی درجه حرارت بدن از طرف صبح پایین نشان میده و همچنان امکان داره که درجه حرارت بدن نزد اطفال یا کودکان بیشتر باشه به خاطر اونمو فعالیت های بدنی که دارن. خب موضوع بعدی روش اندازه‌گیری درجه حرارت بدن است که ما از طریقه های مختلف میتونیم که درجه حرارت مریض را چک کنیم. البته از طریق دهان که اونمو ترمومتر را در زیر زبان مریض میگذاریم و درجه تبش را چک میکنیم و یا زیر بغل و یا در قسمت مقعد که البته از ترمومترهایی که مقعدی هستن اکثرا برای کودکا استفاده میشه. موضوع بعدی ای که درجه حرارت وقتی از 37 درجه به بالا باشه گفتیم که 38 درجه باشه در اصطلاح طبی بر از او میگن هایپرترمیا به معنی افزایش دمای بدن از حد طبیعیش می باشه و درجه حرارت که از 35.5 به پایین باشه در اصطلاح طبی به نام هایپوترمیا یاد میشه. هایپرترمیا بلند و هایپوترمیا پایین. خب تا اینجا فهمیدیم که چرا درجه حرارت بدن یکی از علائم حیاتی مهم است. در کنار نبض و درجه حرارت یک علائم حیاتی بسیار مهم دیگه هم وجود داره که تنفس می باشه. تنفس یکی دیگه از علائم حیاتی است که نشان میده اکسیژن به بدن میرسه یا نمیرسه. در ابتدا تعریف می داشته باشیم نظر به سلاید میگیم که تنفس چی است؟ گرفتن اکسیژن و خارج نمودن کربن دی اکساید چی میگن؟ تنفس میگن. تنفس هم مثل نبض در دقیقه اندازه گیری میشه. البته تنفس بزرگسالا در یک دقیقه حد نرمالش از 12 الی 20 بار است که یک بزرگسال یا یک جوان در یک دقیقه باید 12 الی 20 بار تنفس بکشه و اطفال از 30 الی 60 بار در یک دقیقه باید نفس بکشن. تنفس سریع را در اصطلاح طبی برش میگن تاکیپنیا. تنفسی که با سرعت بالاتر از حد نرمالش باشه یعنی بیش از 20 بار در دقیقه نفس بکشه در اصطلاح طبی برش میگن تاکیپنیا. و تنفسی که آهسته باشه و از حد نرمالش پایین تر باشه یعنی کمتر از 12 نفس در یک دقیقه باشه برش میگن برادی پنیا. علل هایی که تنفس پایین میآید چی است؟ مسمومیت با داروها می باشه یا بیماری های مغزی می باشه و علائمی که تنفس را نزد شخص شدت می تسریع می سازه تب می باشه، تب بالا، اضطراب، بیماری های ریوی، نارسایی های قلبی اینا می تونه که تنفس را بالا ببره. خب در این ویدیو با علائم حیاتی
که شامل فشار خون، نبض، درجه حرارت و تنفس بود آشنا شدیم. دانستن این موارد در کمک‌های اولیه بسیار مهم است. در ویدیوی بعدی طریقه گرفتن فشار خون را به صورت عملی براتان نشان میدم. اگر ویدیو را تا بالا لایک نکردین، سابسکرایب نکردین، اگر براتان این ویدیوهای ما مفید است لطفا چینل را لایک کنین و سابسکرایب کنین و همچنان نظریات و پیشنهاداتتان در کامنت ها بنویسین. تشکر از اینکه تا به حال همراه ما بودین. الله حافظ.